میگویند آرامگاه فلان آدم جای دلبازی است، درخت و سایه دارد، سر نبش است، دوبر. این که چه فرقی میکند نمیدانم، اما بعد از 120 سال لطفاً من را جایی حوالی ته کلاس درس دبیرستانم دفن کنید. جای آدم‌های باصفا، همانها که شاید کمتر دکتر و مهندس میشوند اما گل‌های مهمی میزنند، مغازه شکلات فروشی باز میکنند، جیگرکی، دوچرخه سازی، بهترین مدافع روی تور جهان یا قوی‌ترین مرد دنیا میشوند، یا پیک‌های موتوری خوشقول و باحال که 5 دقیقه‌ای آدم را از شر ترافیک نجات میدهند و به یک قرار مهم آن سر شهر میرسانند، یا شاید فیلمساز میشوند یا نقاش. ته کلاس جای آدم‌های باصفاست، همانها که از هیچ مایه خنده میسازند و یک عمر خاطره بامزه، از همانها که هر جایی نمیشود تعریفشان کرد. پوستشان کلفت است، قبول، ولی زیر این پوست کلفت خونی در رگ دارند که تعریف معرفت است، تعریف غیرت. ته کلاس جای آنهایی است که معلم‌ها و سالهای تحصیل از پس برملا کردنشان بر نمیآیند.